سلام. امروز مهمان عزیز در برنامه خودمون داریم که میخوایم پای صحبتاشون بشینیم. مهمان این هفته برنامه ما هستند آقای باز آقا دوباره اینو برداشتین آوردیم. بابا این طرف قاطی داره، من میدونم این میزنه همه چی رو داغون میکنه. ما میخواستیم بحث ارزش‌های نظام بکنیم. آقای کارگردان من شک ندارم این گفتگو طنز میشه، کمدی میشه، همه به ریشمون میخندن. چی؟ باشه، ولی من میدونم خراب میشه، دیوانه دارم. باشه. خب مهمان این هفته برنامه ما حاج آقا ببیان هست. حاج آقا سلام علیکم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه همکاران نازنینتون و همه بینندگان ارجمند عرض سلام و ادب و هزار جور تبریک دارم. منم واقعا تبریکای جور و جور دارم به خاطر ضربات اخیری که مقام عظما خورده، به خاطر وضعیت داغونمون تو عراق، اردن، مصر، احکام دادگاه‌ها، همه بدبختی‌هایی که داریم. من واقعا تبریک میگم. بابا من گفتم این روانیه، به جای تسلیت داره تبریک میگه. اصلا مشکل داره این طرف. This is your problem به قول خودشون. این مشکل شماست و ما نداریم این رو. بابا این خلبازی‌ها چیه تو وسط برنامه در آوردی؟ چرا انگلیسی صحبت می‌کنی؟ مگه فارسی بلد نیستی تو؟ نه متاسفانه. ببین من مجری این برنامه با من اینجوری تا نکنم. میزنم همچین از کمر تاشیا. بزنم شما که همیشه میزنید. بار اولتون نیست. آقا من نمیتونم با این برنامه اجرا کنم. بیاید یکی بیاد منو ببره از اینجا. من نمیتونم. لگد به بخت خودت نزن. ببین چقدر بدبخت شدیم که ما صحبت کردن با تو شده بخت ما. عجب داستانیه. بیان. باشه حالا من قرص اعصاب میخورم. علم. ببین حاج آقا ببیان، صحبتایی که میخواید تو این برنامه بکنی راجع به چیه؟ راجع به گاو و گوسفند. آخه دالت است. ما میخوایم تو این برنامه درباره ارزش‌های مقام عظما صحبت کنیم. گاو و گوسفند چی دارن که تو میخوای راجع بهشون صحبت کنی آخه؟ این گاو و گوسفندها خیلی جمال دارن. وقتی دست جمعی میرن صحرا برای چریدن و دست جمعی برمیگردن آغل برای خوابیدن. یعنی میخوای بگی تیپ مقام عظما به اندازه جمال گوسفندا هم نیست؟ سوال سختی میپرسید. باش درباره گاو و گوسفند صحبت میکنم. من میخوام ببینم چی دیدی تو این گوسفندا که توی مقام عظما ندیدی؟ غذا خوردن، چریدن، شب که میان کف این استبل و طویله رو خدا قسمت کنه آدم یه سری بره واقعا تو این طویله ها چیز یاد بگیره از اینا. یعنی بشه این جناب گوسفند بشینه بگه جمال تو عشق است. الان چون اینا که گفتی قسمت من هم شده. میخوام بگم جناب ببیان جمال تو عشق است. خواهش میکنم. منم میکنم. ببین حاج آقا ببیان، تو این حرفایی که میزنی اصلا به تیپت نمیخوره. بابا آبروی روحانیت هم بردی. چرا این تیپو میزنی؟ من با تیپ بزنم و این کوچه و خیابون تیپ من رو میپسنده. آخه بدبخت کوچه خیابون که بهت فوش میدن. فکر میکنی با این لباس خیلی خوش تیپ میشی؟ گرفتار این تیپ شدیم و از لشکرها موندیم که پشت صحنه ها چه میکن. ببین اصلا تیپ و اینا رو ول کن. اصلا تو هم مثل آقا محمود تو این مسیر به جایی نمیرسی. یه شعری چیزی واسه این بسیجا بخون، 4 تا نصیحتشون کن که این روزا تو هر چاه و چاله میافتن. پیش سگ چون لقمه نان افکنی بو کند آنگه خورد ای مقتنی. از طویله و گاو و گوسفند درش آوردیم رفت سراغ سگ. آقا تو این منظومه شمسی یکی دیگه نبود بیارین مهمونه این برنامه بکنین؟ عجب داستانی داریم. تو خونتون نشستین 2 نفر دارین راجع به شمسی خانم صحبت میکنین که اون بیچاره اینجا نیست. من دیگه چی بگم بهت؟ میدونی دیوونه بازیت مثل چی میمونه؟ میدونی؟ مثل که من چشمم بگم راحت بخواب آقا جا، شست پام درد میکنه بگه این مشکل توه جناب شست پا. خدا. ببین آقای کارگردان، این یه مدت رفته بود مسافرت مشهد. کجا بود نمیدونم کجا رفته بود، از دستش راحت شده بودی. چی شد دوباره برگشت؟ این خودکار بیک خیلی قیمتی نداره ولی اونو به یاد شما من تو مشهد مقدس خریدم. خوبه بابا، ببخشید پول نداشتم ولی دلم می‌خواست یه گردنبند بریلیان برات می‌خریدم ولی حالا که نداشتم اینو می‌خوام بهت بگم که یاد تو بودم اونجا. Shut up. مخم هنگ کرد. دیگه بسه. من دارم با آقای کارگردان صحبت میکنم. میفهمی؟ گلت میره؟ آقای ببیان تو گلت میره؟ گردنبند بریلیان هم بربنداز گردن یادگار امام.
خدا کنه همیشه همینطوری دیوونه بمونی، وگرنه اگه یه روز این دیوونه بازی‌ها رو بذاری کنار همه چی میزنه بیرون. وقت دیگه قطعا همینجوره. یعنی ما یه روزی رو پیش رو خواهیم داشت که دیگه این دیو صفتی ها و افریته های درون ما خودش رو بیرون خواهد کرد. قطعش کن اونا. من نمیتونم ببینم، من دیوانه که نیستم، دیوانه چرا نمیتونم ببینم چه کنم. قطعش کن بره با